له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو مینوالو سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینه. د ډنمارک د کوپنهاګن په پوهنتون کې یو په یوه برخه کې دلته یو نندارتون جوړ شوی ده. دغه نندارتون د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکا جان نجیب د دې عکاسي د انځورګري د ګورې چې انځورونه دي، عکسونه دي، او دلته دغه نندارتون د کوپنهاګن د پوهنتون په مرسته دا جوړ شوی او له بېلابېلو هیوادو او له بېلابېلو سیمو نه هم ورته ډېر کسان راغلي ول چې موږ ولیدل. دلته کنفرانس درلود. موږ سره مسکا جان دلته تشریف لري او صاحب سلام علیکم. سلام خوش خیر خیریت، خوب هستین؟ انشالله جور هستین. تشکر. مسکا جان بار اول است که آمدی دنمارک؟ نه خیر، چندین بار آمدیم چندین بار. از طریق نمایشگاه بله. این بار دومم است که در دنمارک نشون. قبل از اینکه دیگه سوالا رو پرسان کنیم فامیل و خانواده، بگوین که این نمایشگاه به چی منظور است، کدام آثار در اینجا است و بار اول است که امیگونه نمایشگاه را داشتین یا چطور؟ این بار دوم است که ما عکسای خود به دنمارک آوردیم از طریق یونیورسیتی کوپنهاگن، اما این بار اول است که این پروژکت اینجا آغاز شد. چی آثار است در اینجا؟ بله، این باره قصه های داستان های مهاجرت افغانای برادرای سیک و هندوی ما هستند که فعلا در لندن زندگی میکنند. مثل ما شما مهاجر شده اونا؟ بله، و چطور زندگی خود پس کوشش کردن نقطه به نقطه آباد کنن. بله. اطرام است که در بین این عکس‌های از کابل هم است که اینا اونجا زندگی میکرد در افغانستان؟ چون خودم عکاسی را کردیم، متاسفانه من نتونستیم پس در افغانستان بتونم برم کاش، اما این زندگی بعدیشان هستن که چطور کوشش کردن که عنعنات و هویت خود به یک مملکت نو خودت بسیار یک فوتوگراف بسیار موفق و واقعا بسیار. از کجا یاد گرفتین؟ چی رقم؟ شاید وقتی که طفل بودم همیشه همراه یک کامری فوجی کامرا مادرم داشتن عدیم و همراه زمو ساتری میکردم، عکاسی بونم وقت دلچسپیش گرفتم و بعد از که آدم شاید مهاجر میشه، قصه های داستان های خودم میخواه از طریق فیلم و عکس حفظ کنه و ما اونمو دلچسپی را از طفولیت مگر پدر جانتان خدا ببخشش چندان شوقی عکس نبود، به خاطر از اینکه ما بسیار عکسای شخصی یا پیش از اینکه رئیس جمهور شوند ما نداشتیم، هیچ کسی کم. پدر جانم دلچسب فرهنگ بود و کلتور بود و من هنر عکاسی را کوشش کردم کار بگیرم که کلتور و فرهنگ را بتونم حفظ کنم. بسیار عالی. خب حالا بگوین مسکا جان که چی حال دارین؟ خانواده کجاست؟ همتان در افغانستان آمدین؟ اروپا هستین؟ کجا هستین؟ ما الحمدلله کل ما آرام هستیم، راحت هستیم. ما همراه مادرم زندگی میکنم. خوب. ما از وقتی که سر پای خود ساده شدیم، شاید وقتی که شاگردم بودم او وقتم هنر خود کار گرفت میکردم، زبان انگلیسی را من نیست معلم درس میدادم و از او پول جمع میکردم. من مادر جانم کار میکرد بگرد وقتی مهاجر شدیم. مادر من از وقتی که ما سنم خورد بود ما را درس میداد. شما شاید میفهمین پروفسور است، کار میکنن. بله. در دنیای آله باید شما کار کنین که یک نوع پول بسازین که زندگیتان را پیش ببرین. شما چطور میکنین زندگیتان را؟ والله در زندگی مهاجرت خوب بسیار سخت است. بالاخره کار یاد گرفتیم، اما پیش از زبان یاد گرفتیم، بعد از اون کار کردن. این زندگی هر مهاجر داره. واقعا. خب چی آرزو دارین دی رسامی ها و دی عکاسی هایتان؟ پیامتان برای دنیا از مردم افغانستان چی است؟ پیام ما ایست که مملکت ما شاید یک مملکت خوشرنگ و کلتوری که بسیار خوشرنگ است، زیباست داریم و این باید حفظ شود. قصه های داستان های ما صرف باره گوله و مرمی و جنگ نیستن. کلتور ما کلتور نبود که ما سر
قوم و قوم بازی گپ بزنیم. بسیار یک کلتوری برجسته داشتیم و کل ما منایس یک کمیونیتی یک حفظ داشتیم، یک انانات داشتیم که یک انانات بود و او را ما میخوایم از طریق هنر و عکاسی خود نشان بدیم. واقعا پدر جان شما و خانواده شما در مجموع و همون جمعیتی را که اینا یا حزب را که اونا کار میکردن، واقعا افغانستان خانه مشترک هم افغان ها میدانست. واقعا این افتخار است بسیار. تشکر بسیار. ما همچنان من از دخترش افتخار میکنیم برش. متاسفانه افغانای ما وقت درک نمیتونستن که یک انسان بسیار دیده خوب داشت، اما ما هیچ ارزش مردم خود نمیفهمیم. خوش داریم که هر دفعه مردم پایان بیاریم. واقعا میفهمیم. ما همین مشکل داریم. متاسفانه این مشکل ما در تاریخ داریم. ما خدمتگارای خود نمیشناسیم و ناوقت میشناسیم. زمانی که نیست با ما میشناسیم. اما نسل نو شاید فرق بیاره ایران. نسل جوان نو یاد داره از قبلی کردن. یگان وقت احساس نمیکنین که دکتر صاحب امرایتان می بود پدر جان صاحب؟ امروز این موافقت های شما را میدید. معلوم دار میکنم پدرم بود. من فکر میکنم تا وقت آخر زندگی که من نفس میگیرم یادشان میکنم. دست دادن یک پدر یا یک مادر بسیار یک حادثه سخت است و شرایطی که فامیل ما طی کرده آسان نبود و باعث یک بسیار جنجالای بد دیدیم، روزهای بد دیدیم. اما در ضمن امروز در صورت که همراه ما نیست، امی که شما یادآوریش میکنین، مردم دیگه میکنن، اونمو خودش بزرگیش است که تا امروز او انسان یاد میشه از زحمت خود، از کار خود، از محبت خود و مردم خود و تا روز آخر از دست نداد. بسیار تشکر. خب بالاخره اتو برنامه دارین یک پلانی که داخل افغانستان برین و نمایشگاهی داشته باشین، بالاخره از روی تصاویر و عکسایی داشته باشین؟ من فکر میکنم هر افغان امی برنامه را داره که پس به مملکت خود بره. هنوز خود نرفتید؟ اگر آرامی باشه یا نباشه، همیشه آدم اراده و امید داشته می باشه و ما کلان افتخار میشه که ما هنر خدا بتانم برم. اما متاسفانه شرایط فعلا بسیار بد است. هنر خدا مقال کار میگیرم که صدای خدا و هنر خدا از طریق قضیه بتانم و باری مملکت خود به دنیای بهتر و کلانتر نشان بدم که طوری که من شما را گفتم ما صرف جنگ و جدل یاد نداریم. اون زبان ما نیست، زبان ما قوی. تشکر موسکا جان، زنده باشین. چون ممنون که وقت دادین ما را. لااقل بسیار جالب بود امروز برنامه. واقعا بیننده های عزیز و گرامی، امی برنامه را که امروز ما در کوپنهاگن دیدیم، در پوانتون کوپنهاگن با موسکا جان، یعنی نه تنها اینجا که افغانای ما تشریف داشتن از کشورهای مختلف و خود استادای پوانتون کوپنهاگن علاقه گرفتن و در زمینه بودن، خودشان شاهد است که دیدن. یعنی حتی ما از کشورهای بسیار دور نزدیک هم سایه خود از ازبکستان و تاجیکستان و نیفام اوکراین و نیفام اتحاد شوروی سابق جمهوریت ها، از هندوستان کسی را ما دیدم و از کشورهای دیگه مختلف که آمدن به توضیحات موسکا جان اینجا تشریف آورده بودن. بسیار ممنون. تشکر از شما. زنده باشین. خداحافظ.